با نام خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم باشید. ماه نور، ماه برکت، ماه عشق و از همه مهمتر ماه کتاب فرا میرسد. خداوند در این ماه بهترین معجزه‌اش برای ما قرآن را نازل کرد. قرآنی که با اولین پیامش پیام بخوان، یعنی بخوان است. بخوان برای چی؟ بخوان برای دانستن، بخوان برای تغییرات، بخوان برای خوش اخلاق شدن، تغییرات در اندیشه، تغییرات در افکار و بالاخره این خواندن ها ما را به سوی آرامش، به سوی پیشرفت، به سوی تغییرات باید ببرد. و امیدوار هستم که شما هم از این ماه که ماه کتاب است، از این ماه که ماه نور و برکت و خیر است استفاده میکنید، کتاب های بیشتر مطالعه میکنید و از سبق های بزرگ این ماه که صبر است، ایستادگی است، تغییرات در اخلاق است، تغییرات در نفس و روح است، به خوبی استفاده خواهید کرد. و اگر ما از این ماه به عنوان یک فرصت، به عنوان یک شروع تازه، به عنوان تغییرات، به عنوان دیگرگونی در اندیشه و اخلاق خود اگر استفاده کنیم و همین مناسبت کنیم، باور کنید خیلی خیلی تغییرات های بزرگ در ما رخ خواهند داد. من امیدوار هستم که بیننده برنامه کتابخوان و ما و شما در این ماه بیشتر میخونیم، بیشتر مطالعه میکنیم و سر اندیشه هایمون، سر افکارمون بیشتر فکر میکنیم که چی جای کمبودی دارد، چی جای نقص دارد تا آنها را در این ماه اصلاح کرده باشیم. از همه مهم در این ماه کینه و عداوت، بغض، حسادت را از قلب‌های خود دور بکنیم، به همدیگر مهربان‌تر شویم، به همدیگر محبت بیشتر داشته باشیم، زیرا محبت به همدیگر، دوست داشتن همدیگر برکت را در ما، در جامعه ما و در زندگی ما بیشتر خواهد کرد. کینه و نفرت و عداوت و دشمنی ها را در این ماه کنار بگذاریم و همدیگر را ببخشیم و بیشتر برای علم و دانش و معرفت و تغییرات اخلاقمون در این ماه با همدیگر سبقت کنیم، با همدیگر رقابت کنیم و این ماه را به یک ماه فرصت ها تبدیل بدهیم. ماه نور، ماه برکت، ماه عشق و از همه مهمتر ماه کتاب را به تمام بینندگان برنامه کتابخوان و آنهایی که این ماه برایشان عزیز است تبریک و تهنیت میگویم. سربلند و پیروز و کامگار و خوشحال و خوش روزگار بمانید.